سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. من فرینم و امروز میخوام با خودم ببرمتون به یکی از قبرستونای قدیمی، خیلی قدیمی و معروف ادینبرا توی اسکاتلند. یه جورایی اصلا جاذبه گردشگری اینجا هستش این قبرستون. تورهای مختلف همونطور که میبینید برگزار میکنن، تور لیدر میاد توضیح میده هر قبر مال کی هستش، نمیدونم چی کار کرده، چند سال مرده و حالا اطلاعاتی راجع به اون قبره میدن. ولی خب برای من خیلی جالب بود که چرا باید جاذبه گردشگری یه شهری قبرستون باشه. بریم با هم قدم بزنیم ببینیم که چه خبره توی این قبرستون کهنه قدیمی و حتما که شبا هم انرژیای خفنی داره اینجا. خب این ویدیو ممکنه مورد علاقه خیلیاتون نباشه، اونایی که این وایب رو دوست دارن و ادینبرا رو دوست دارن و چیزای قدیمی و کهنه رو شاید خوششون بیاد. هوای پاییزی و بارونم اومده، بعد ما اومدیم قبرستون. حالا بچه من همینجوری قدم میزنم براتون ویدیو میگیرم چون واقعا توضیح به ذهنم نمیرسه چه توضیح آخه من میتونم بدم بهتون. اون تور لیدرم ما ازش جدا شدیم به خاطر اینکه حالا میخواست معرفی کنه این چی میگن میتا رو ببینید. ولی همه قبرها خیلی کهنه قدیمی، بعضیاش هم حالا میریم جلوتر بهتون نشون میدم توی مقبره است و در رو قفل کردن، قفلم زدن بهش. حالا رو چه حساب و داستانی بوده نمیدونم. بریم با هم یه قدمی بزنیم ببینیم چه خبره. یعنی خوراک فیلم ترسناک اینجا. مطمئنم خیلی از فیلم ترسناکاشون رو اینجا ساختن. بچه اصلا میدونید که ادینبرا، حالا ما میگیم ادینبورگ اشتباه تلفظش میکنیم، لوکیشن هری پاتر هم بوده. هری پاتر هم تو خیلی از خیابونای اینجا ضبط شده. حالا البته من یه تور جدا توی اون استودیوی هری پاتر رفتم، ویدیوش توی چنل هست اگه دوست دارید نگاه کنید. این هم آقا محسن که با ما اومده زیارت اهل قبور. انقدر این بچه از قبرستون میترسه ولی دیگه اومد دیگه، جاذبه گردشگریه. بچه تاریخ ها رو اگر نگاه بکنید خیلی قدیمیه، یعنی قبرها همه قدیمی. اینم از اون مدل مقبره است. این آدمای مهمی که میمردن و فکر کنم قفل و کلید میزدن به در مقبرشون. بعد بالای این مقبره ها نگاه کنید بچه ها، اسکلت درست کردن، قشنگ شمایل اسکلته. خیلی جالبه اینجا، ارزش یه بار دیدن به نظرم داره.
هرچی میریم جلوتر دارکتر میشه. اصلا آدمای مهم، سربازایی که کشته شدن توی جنگ ها. بچه میدونید که خیلی از سربازان ارتش بریتانیا اسکاتلندی هن. فکر کنم به خاطر همینه که اینجا اینقدر قبرستون داره یا قبرستوناش خیلی کهنه و قدیمی هن. شما اگر بتونید تاریخ ها رو هم بخونید کاملا مشخص. خیلی ها مثلا سال 1700 و نمیدونم فلان، 1600 و فلان، 1500 و فلان تو اون تایم ها فوت کردن. این در هم باز نشد ما بریم تو ببینیم کی بوده، ولی 1775 نوشته فوت کرده هر کی بوده، قفل داشت. وای سنجابا رو ببینید بچه ها. اینجا خیلی سنجاب زیاده. تو اسکاتلند، تو انگلیس کلا همش تو خیابون سنجاب میبینید. بعد چقدر وایب اینجا رو خوب کردن با اینکه قبرستونه، کلا دارن از در و دیوار میرن بالا. اینا خیلی قشنگه. قبرستوناشون شبیه پارک دیگه. قشنگ ما میتونیم بریم پیکنیک اینجا، بشینیم در فضای سبزش.
خیلی خب بچه، تور قبرستون گردی ما هم امروز به پایان رسید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفا لایک کنید، حمایت کنید، و اگر کلا ویدیوهای مربوط به بریتانیا، اسکاتلند، انگلیس اینا رو دوست دارید ببینید، چنل ما رو سابسکرایب داشته باشید. مرسی از همراهی همتون. فعلا خدافظ.